سلام، امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به یک متن خیلی جنجالی. متنی که یک تئوری رادیکال رو مطرح میکنه. اینکه هویت ملی ایران مدرن، یعنی همین هویتی که ما امروز میشناسیم، یه پروژه کاملا مهندسی شده بوده. بله دقیقاً منبعی که داریم امروزش تحلیل می‌کنیم از ما می‌خواد به همین سوال فکر کنیم. استدلالش اینه که اون تاریخی که خیلی از ماها باهاش بزرگ شدیم در واقع یک روایت از پیش ساخته و پرداخته شده است. خب بیایید بریم سراغ هسته اصلی این نظریه، ببینیم نویسنده دقیقاً چی میگه، اصلا چرا هویت ایرانی رو یک چیز ساخته شده میدونه. نویسنده میاد و میگه که چیزی که ما به اسم پانفارسیسم میشناسیم یه جورایی یه پدیده طبیعی و خودجوش نبوده، بلکه به ادعای اون یک استراتژی کاملا حساب شده و استعماری بوده. این متن از 2 گروه نقابدار اصلی حرف میزنه. ولی ما توی این برنامه مثل خود منبع بیشتر روی گروه اول یعنی پانفارسیست ها تمرکز میکنیم. خب حالا سوال اینه که اگه این یه پروژه مهندسی شده بوده، معماراش کی بودن؟ نویسنده این متن انگشت اتهام رو به سمت چه کسایی میگیره؟ جالبه که این متن نوک پیکان اتهام رو سمت دولت بریتانیا نمیگیره، بلکه یه شرکت خصوصی رو مقصر میدونه. کمپانی هند شرقی بریتانیا. نویسنده از این کمپانی به عنوان اولین و بزرگترین مافیای مواد مخدر و بردهداری دنیا یاد میکنه. و بعد نویسنده میاد و یه چهره کلیدی رو معرفی میکنه، کسی به اسم سر جان مالکوم که ژنرال و رئیس کمپانی هند شرقی بوده و با این عنوان خیلی سنگین ازش یاد میکنه. خب طبق این منبع مالکوم با پولی که از تجارت تریاک به دست می اومد اولین تاریخ پرژیا رو مینویسه و چاپ میکنه. اما این فقط یک کتاب نبوده، یه ابزار سیاسی بوده. کتابش رو به تمام سفارتخونه‌های دنیا میفرسته تا این تاریخ جدیدی که ساخته رو رسمی و جهانی کنه. البته مالکوم تنها هم نبوده. نویسنده ادعا میکنه که یه شبکه کامل از مقامات و کارمندای خود کمپانی پشت این ماجرا بودن. افرادی مثل سر ویلیام جونز که نظریه زبانهای هندو و اروپایی رو پایه‌گذاری کرد، یا سر هنری راولینگسون که ادعا کرد کتیبه بیستون رو رمزگشایی کرده. یعنی یه جورایی پایه‌های بظاهر علمی این هویت جدید رو همین افراد ساختن. خب حالا بیایید ببینیم این روایت جدید چطوری ساخته شد. چه ابزارهایی برای ساختن و به قول نویسنده جعل این تاریخ به کار رفت. ببینید، به گفته نویسنده اتفاقات خیلی مهمی مثل اولین چاپ شاهنامه توی کلکته یا رمزگشایی کتیبه بیستون یا حتی نوشتن تاریخ‌های بعدی ایران توسط ژنرال‌های بریتانیایی هیچ کدوم اتفاقی نبودن. همشون مداخلات کاملاً زمانبندی شده و حساب شده‌ای بودن که با پول کمپانی هند شرقی انجام می‌شدن. یکی دیگه از این ابزارها ترویج یه سری متن‌های بظاهر قدیمی بود. مثلا کتابی به اسم دساتیر آسمانی که به یه زبان عجیب و غیرقابل فهم نوشته شده. اینجور کتابا رو به عنوان منابع تاریخی خیلی معتبر و باستانی جا می‌زدند تا به روایتی که ساخته بودن اعتبار بدن. روایتی که جالبه بدونید مورخای قدیمی مثل طبری اصلاً حرفی ازش نزده بودن. و این رو هم بگم که این یک کار کوچیک و محدود نبوده ها. صحبت از صدها کتاب فارسی زبانه که کمپانی هند شرقی با پول تریاک تو هند چاپ میکرده و به ایران وارد میکرده. یعنی عملاً یک کمپین مهندسی فرهنگی تمام عیار با بودجه کلان و تولید انبوه. خب حالا میرسیم به سوال اصلی. چرا؟ اصلا چرا یه شرکت تجاری باید این همه پول و انرژی رو صرف بازنویسی تاریخ و هویت یه ملت دیگه بکنه؟ هدف نهایی از این کار چی بوده؟ اینجا نویسنده یه تمایز جالب قائل میشه. میگه ما 2 نوع زبان فارسی داریم. یکی فارسی قبل از استعمار که زبان شعر بوده و اتفاقاً حاکمان ترک تو هند ترویجش میکردن و با همسایه ها مشکلی نداشته. و یکی هم فارسی پسا استعماری که یه زبان مهندسی شده است، با نظریه‌های نژادی آریایی ترکیب شده و دقیقاً برای این طراحی شده که با مردمان ترک و عرب دشمنی ایجاد کنه. یعنی زبان رو از یه عامل وحدت به ابزار تفرقه تبدیل کردن. و هدف استراتژیک از این کار چی بود؟ خب به گفته نویسنده چند تا هدف اصلی وجود داشت. اول، تضعیف و تجزیه منطقه با ایجاد دشمنی‌های جدید.
دوم، هدف قرار دادن خاص مردمان ترک که ظاهراً از نظر تاریخی جلوی نفوذ استعمار مقاومت می‌کردند. و سوم، جلوگیری از هر نوع اتحاد و دموکراسی تو خاورمیانه تا منافع انرژی استعمار حفظ بشه. در واقع همون استراتژی معروف تفرقه بنداز و حکومت کن. بسیار خب، حالا نویسنده این بحث تاریخی رو میاره به زمان حال. استدلالش اینه که این بازی قدرت اصلاً تموم نشده، فقط شکل و شمایلش عوض شده. اون شبکه خصوصی که با تجارت تریاک و برده به قدرت رسید از بین نرفت. به عقیده نویسنده این شبکه تکامل پیدا کرد و تبدیل شد به چیزی که بهش میگه دولت پنهان. شبکه‌ای که الان از طریق بدهی و بانک‌های مرکزی خصوصی دولت‌های غربی رو کنترل می‌کنه و چیزی شبیه به بردهداری مدرن رو به وجود آورده. نویسنده برای اینکه این ادعاش رو تقویت کنه، یه شاهد بصری هم میاره. به شباهت خیلی زیاد پرچم کمپانی هند شرقی بریتانیا و پرچم ایالات متحده آمریکا اشاره میکنه و این سوال رو مطرح میکنه: آیا این فقط یه تصادفه؟ و در نهایت نویسنده اینطور نتیجه گیری میکنه که تمام این پروژه تاریخی و این دشمنی تراشی علیه ترک‌ها به خاطر این بوده که اونها همیشه به عنوان یه مانع جلوی گسترش جهانی این شبکه استعماری دیده میشدن. و اینجاست که کل این تحلیل پیچیده و جنجالی ما رو با یک کنایه بزرگ و چند تا سوال نهایی تنها میذاره. کنایه یا طنز تلخ ماجرا از دید نویسنده اینجاست. اینکه کسایی که امروز ادعای وطن پرستی دارن و خودشون رو بزرگترین میهن پرستای ایران میدونن، در واقع وارث یه پروژه استعماری هستن که از اول برای تفرقه و تجزیه منطقه طراحی شده بود. یعنی همون هویتی که برای خدمت به استعمار ساخته شد، حالا لباس ضد استعماری پوشیده. و این ما رو به سوال اصلی و نهایی نویسنده میرسونه: چرا یه مافیای استعماری که برای 5 پوند آدم میکشه باید این همه سرمایه و انرژی رو صرف مهندسی زبان و هویت فارسی بکنه؟ و سوال آخر اینه: آیا ما واقعاً از عمق عملیات‌ها و اهداف این شبکه مافیایی استعماری آگاه هستیم؟ سوالی که نویسنده در پایان مطرح میکنه و ما را به چالش میکشه تا به روایت‌های رسمی تاریخ با دیدی عمیق‌تر و دقیق‌تر نگاه کنیم.